همانطور که مرا در آغوش گرفته بود به پشت سرش نگاه کردم و قاب نقره‌ای کوچک روی دیوار را دیدم که 4 قطعه مختلف سکه‌های رایج روی یک مخمل سیاه در قاب دیده میشد. مشاهده آن لبخند به لبانم آورد. 4 سال قبل را، اولین روزی را که دکتر کارپنتر به دامپزشکی آمده بود به یادم انداخت. در آن روز جورج چند قطعه پول خرد را که از کف آشپزخانه بلعیده بود و واقعا مریض شده بود، دکتر کارپنتر او را عمل کرد و عمل هم موفقیت آمیز بود. دکتر کارپنتر پول خردها را قاب کرد چون از بدن اولین بیمارش بیرون آورده بود. دکتر کارپنتر خندید و با دستش شانه مرا گرفت و چرخاند، طوری که انگار هنوز دختر بچه‌ای کوچک هستم. لورا، کاری داشتی یا فقط آمده بودی مرا ببینی؟ تردید کردم. لبخند از چهره‌ام رخت بربست. خب نه، یعنی اینکه میخواستم با شما حرف بزنم، یعنی البته اگر وقت داشته باشید. ناگهان حالتی عصبی به من دست داد. آیا واقعا میتوانستم از او بخوام حقایق مربوط به پدرم رو به من بگوید؟ دکتر کارپنتر لبخندی زد و جواب داد: فکر کنم وقت کافی داشته باشم. با دست به اطراف سالن انتظار خالی اشاره کرد و گفت: این روزها به نظر میرسد که بیشتر وقتم را در آزمایشگاه میگذرانم. تا حدودی خسته کننده است، ولی خب خیلی مهم است. یک دستش را روی شانه‌ام گذاشت و مرا به طرف در هدایت کرد و پس از گذشتن از یک راهروی طولانی که درهای 2 طرف آن بسته بودند به دفتر او رسیدیم. دفترش در انتهای راهرو بود. با اشاره سر دعوت کرد روی یک صندلی راحتی آبی کوتاه کنار میزش بنشینم. میز زیبا و شیشه‌ای او مرتب بود و تقریباً چیزی روی آن نبود به جز یک توده کاغذ و پرونده و یک تلفن. تصاویر قاب شده حیوانات مختلف روی دیوارها دیده میشد. اینها تصاویر بعضی از حیواناتی بودند که او درمان کرده بود. دکتر کارپنتر با وقار روی صندلی پشت میزش نشست و با یک حرکت سر موی بورش را عقب زد. بعد لبخندی زد و همانطور که آرنجهایش را روی میز گذاشته بود به من خیره شد. دوباره لبخند زد و گفت: خیلی خوشحالم کردی که به دیدنم آمدی. راستی لورا، میخواستی درباره چی صحبت کنی؟ مشکلی با دوستانت داری؟ مشکلی داری که نمیتوانی با پدرت مطرح کنی؟ خندیدم. نمیدانم چرا، ولی خندیدم. بی اراده خنده از گلویم خارج شد. دکتر کارپنتر همانطور که آرنجهایش روی میز بود سرش را روی کف دستش تکیه داد و با چشمان سبز کنجکاوش مرا نگاه کرد و گفت: با مادرت تماس داری؟ حالش چطور است؟ شانه بالا انداختم و گفتم: هفته 1 بار تلفن می‌کند و من هم هر وقت بتوانم به دیدنش میروم. ولی خب خیلی دوره. خیلی فرق دارد که آدم مادری داشته باشه که همیشه و هر وقت که بهش احتیاج دارد در کنارش باشد. احساس کردم که نمیتوانم بیش از این ادامه دهم و ساکت شدم. دکتر کارپنتر ابروهایش را در هم کشید و گفت: میفهمم چی میگویی. خب الن چطور است؟ خوب است. خب بگو ببینم تو و پدرت این روزا چه کار میکنید؟ شما دوتا هنوز هم کلمه بازی میکنید؟ هنوز هم 2 نفری در جنگل راهپیمایی میکنید؟ نفس عمیقی کشیدم و گفتم: راستش دیگر آنقدرها کلمه بازی نمی‌کنیم. در حقیقت دیگر به ندرت کاری با هم دیگر انجام میدیم. ناگهان گلویم خشک شد. سرفه‌ای کردم و گفتم: نمیدانم، او این روزها فرق کرده. ابروهای دکتر کارپنتر به نشانه حیرت بالا رفت. فرق کرده؟ مقصودت را نمیفهمم. چطوری فرق کرده؟ خب خیلی ساکت است و عصبانی، به ندرت با من حرف میزند. او اوقات زیادی را تنها صرف کار در کلبه می کند. دکتر کارپنتر گفت: آهان، اصلا به پدرت نمی آید؟ و بعد ناگهان پرسید: نمیدانی روی چه چیزی کار می کند؟ جواب دادم: نمیدونم. هرچی از او میپرسم به من نمیگه. دکتر کارپنتر دستش را دراز کرد و دست مرا که روی میز بود فشرد. با ملایمت گفت: لورا، احتمالاً فکرش مغشوش است. میدانی که رها کردن شغل کار آسانی نیست. باید به او وقت بدهی. آب دهانم را به سختی فرو دادم و گفتم: من میخواستم در این باره از شما سوال کنم. چرا پدرم کارش را ترک کرد؟ دکتر کارپنتر دست مرا ول کرد و همانطور که به پشتی صندلی تکیه میداد آه بلندی کشید، ولی جواب نداد. با التماس گفتم: خواهش میکنم بگو چرا پدرم بیمارستان دامپزشکی را ترک کرد. فصل 9.
بالاخره دکتر کارپنتر گفت من مجبور شدم اجازه بدهم برود. حیرت زده گفتم یعنی شما اخراجش کردید؟ صاحب پشت میزش نشست و با گونه های سرخ گفت خب اخراج کلمه صحیحی نیست. من مجبور شدم بهش بگویم برود چون به میان حرفش پریدم. چرا؟ برای چی؟ آب دهانش رو قورت داد و گفت لورا توضیحش سخت است. ما هدفهای متفاوتی داشتیم. هر کدام میخواستیم تحقیقات را در جهت مخالف جهت دیگری پیش ببریم. نفسم را که در سینه حبس کرده بودم بیرون دادم. فکر کردم هدفهای متفاوت. خب پس اشکالی وجود نداشت. ناگهان احساس کردم تمام تنش و استرس از وجودم رفت. خیلی خوب است که آدم کسی را داشته باشه که به او حرف بزند. خودم میدانستم که آمدن به اینجا کار درستی بوده. در صندلی لم دادم. سوال دیگری از او پرسیدم. پدر به چه کاری؟ ولی در این لحظه تلفن زنگ زد. خانم کارپنتر شکلکی برای تلفن درآورده همانطور که آن را برمی‌داشت گفت معذرت میخوام و بعد 2 یا 3 دقیقه با تلفن صحبت کرد. نه نباید ببریدش حمام. خزش را خوش نگه دارید. خودم میدانم باید بو را تحمل کنید. نه به هیچ وجه حمامش نکنید. پس از چند دقیقه گوشی روی تلفن گذاشت و از جا بلند شد. متاسفم لورا، من باید برگردم سر کارم ولی هر وقت که دلت خواست به دیدنم بیا. جدی میگویم خوشحال میشم که ببینمت. دلم برایت خیلی تنگ شده بود. با هم خداحافظی کردیم و من دفتر او را ترک کردم. بیرون ساختمان ابرهای متراکم خورشید را پوشانده بودند و هوا رو به سردی میرفت. مه تقریبا داشت سطح زمین را میپوشاند. دیدار با دکتر کارپنتر فکر خوبی بود ولی همچنان گیج و سردرگم بودم. هنوزم نفهمیده بودم که چرا رفتار پدرم اینطور عجیب است. به محض رسیدن به خانه مستقیم به طرف کلبه رفتم. گوشم را به در آن چسباندم. سکوت. پدر در کلبه نبود. قفل را گرفتم و چند بار محکم کشیدم. اونجوری نمیتوانی بازش کنی. با حیرت یک قدم به عقب پریدم و جو را دیدم که از پشت درختها به طرفم می‌دوید. لبخندی به من زد و گفت فکر می‌کنم کلید بهتر می‌تواند بازش کند. به حرفش خندیدم. از دیدنش خوشحال شدم. او در آن شلوار گشاد و خاکی رنگ و تیشرت قرمز رنگ و رو رفته خیلی زیبا و خوشتیپ به نظر می آمد. گفتم تو اینجا چه کار میکنی؟ شانه‌هایش رو بالا انداخت و گفت هیچی، داشتم میگشتم. از تو جنگل پشت خانه را دیدم ولی نمیدانستم خانه شماست. دوباره لبخندی زد و موی بلندش را با هر دو دست از صورتش عقب زد. امروز حیف شد که برک نیامدی. یک خانواده کامل آهو آنجا بود. حالتی مسخره به چشمانم دادم و گفتم البته آهوها وقتی آنجا میآیند که من نباشم چون اصلا دلشان نمیخواد که من در درسم نمره الف بگیرم. با شنیدن صدای غرشی از میان درختان هر دو به آن طرف چرخیدیم. صدای غرش یک سگ بود. جورج در حاشیه درختان ظاهر شد و بعد به طرف ما دوید. در چند قدمی ما ایستاد و سرش را بالا آورد و با چشمان درشت قهوه‌ای با تردید و سوءظن به ما نگاه کرد. جو گفت هی پسر خوب، تو از کجا پیدا شد؟ بعد من رو به سگم صدا زدم جورج تو توی جنگل چه کار میکردی؟ جورج دمش را تکان داد. بعد دوباره سرش را پایین آورد و به طرف ما دوید. برگ‌های خوش به موهای هر دو پهلویش چسبیده بود. با نوک انگشتانش برگ‌های خوش را از لای موهای او بیرون کشیدم و کوشیدم او را بغل کنم ولی خود را کنار کشید. حیرت زده گفتم جورج چی شده؟ از دیدنم خوشحال نیستی؟ جورج سرش را به طرف جو چرخاند و شروع به بو کشیدن پاچه شلوار خاکی رنگ او کرد. جو خندید و به عقب جست. هی بس کن. پامو قلقلک میدهد. لورا چه سگ عجیبی داری. دلا شدم و رو به سگ گفتم جورج چی شده؟ بودو بیا پیش خودم. جورج به طرفم آمد و پوزه خیسش را به بازوی من چسباند و به شدت بو کشید. بعد شروع به بو کشیدن پاچه شلوارم کرد. در میان حیرت و نوآوری من غرشی از خشم سر داد. پشتش قوس گرفت. یک قدم به عقب برداشت و با خشم به من و جو خیره شد. بعد لب‌هایش را جمع کرد و دندانهایش را به ما نشان داد. با حیرت گفتم جورج دیوانه شده ای؟ پسر چی شده؟ روی به جو گفتم عجیب است، او همیشه مهربان ترین سگ دنیا بود. جو یک قدم به عقب برداشت و گفت شاید یک نفر فراموش کرده که این را به او یادآوری کند.
رو به جورج که هنوز با پشت قوسی به طرف ما خورناس میکشید گفتم آرام باش پسر، آرام باش. چی شده؟ سگ دندانهایش را به هم سایید و دوباره قرید. قرشی ترسناک و خشن از اعماق گلو. سرش را پایین آورد و با چشمانی که وحشی و ناآشنا مینمود به ما خیره شد. احساس کردم که پاهایم ناگهان ضعف رفتند. آرام گفتم آرام باش جورج عزیزم، من هستم، من دوست همیشگی تو. جورج دهانش را باز کرد و همانطور که دندانهایش را به ما نشان میداد غرش خشن کرد. موی پشت گردنش سیخ و عضلاتش کاملا منقبض شده بود و ناگهان با یک جهش به طرف ما حمله کرد. فصل 10. عقب نشینی نکردم، اصلا تکان نخوردم. کوشیدم نشان ندهم که چقدر ترسیدم. جورج در چند سانتی متری من ایستاد. آرواره‌اش به هم خورد و صدا کرد. یواش گفتم آرام باش، آرام. آفرین سگ خوبم، تو سگ خیلی خوبی هستی. وقتی سرم رو بلند کردم جو را دیدم که صورتش از ترس بیرنگ بود. او به حاشیه جنگل فرار کرد. فریاد زد لورا بلند شو، زود باش، از او دور شو. سگ در حالی که نفس میزد و پهلویش به شدت میلرزید با خشونت غرید. کف سفیدی از دو طرف پوزش سرازیر بود. آفرین سگ خوبم، آفرین پسر. جورج منم، لورا دوست تو. دیگر قادر به تحمل این وزن نبودم. زانوهایم به شدت میلرزید. دیگر نمیتوانستم روی پا بند بشم. با ناله از پشت به زمین افتادم. محکم به زمین خوردم و همانطور که روی علفها نشسته بودم درست چهره به چهره آن جانور خشمگین بودم. دندانهای تیزش بیشتر از چند سانتی متری با صورتم فاصله نداشت. کف غلیظ هنوز از گوشه‌های دهان بازش جاری بود و روی علفها میریخت. هر دو دستم را بالا آوردم و انگار میخواهم از خودم دفاع کنم. با التماس نالیدم، خواهش میکنم. جو به سرعت به طرفم دوید و همانطور که دیوانه‌وار هر دو دستش را در هوا تکان میداد با شدت فریاد زد گم شو. در کمال تعجب جورج ساکت شد. نگاهش را به بالا و به صورت جو دوخت و صدایی که بیشتر شبیه ناله بود از گلو خارج کرد. انگار ناگهان بادش خالی شده باشد. تمام عضلاتش نرم و شل شد. در برابر نگاه وحشت زده و حیرت زده من سگ سرش را پایین آورد و با یک چرخش همانطور که دمش را محکم لای پایش گرفته بود پا به فرار گذاشت. گوشهایش آویخته و زوزه‌اش شبیه ناله‌ای دردآور بود. زوزه کشان از ما دور شد. من که روی زمین خشکم زده بود به زحمت فریاد زدم جورج. دهانم خشک شده بود و نمیتوانستم آب دهانم را قورت بدهم. سراپایم میلرزید. همانطور که خودم را جمع جور میکردم و با تمام قدرت میکوشیدم جلوی لرزشم را بگیرم گفتم تا حالا هیچ وقت چنین رفتاری از او سر نزده بود. جو کمک کرد تا بلند شم. با تعجب پرسید او راستی سگ تو بود؟ پس چه مرگش شده بود؟ گفتم نمیدانم، شاید بوی چیزی به مشامش خورده. جو پرسید بوی چیزی روی بدن ما، مثلا چه چیزی؟ سرم را تکان دادم. تپش قلبم کمتر شده بود و حالا تا حدودی خود را در وضعیت طبیعی احساس می کردم. گفتم نمیدانم، شاید بوی چیزی از شلوار من به مشامش رسیده. جو که با کنجکاوی من خیره شده بود پرسید شلوارت؟ شاید بوی چیزی از بیمارستان دامپزشکی روی شلوارم باقی مانده. آخر من امروز رفته بودم آنجا. از زمانی که عملش کردیم بیمارستان همیشه یه حالت عصبی در او ایجاد می کند. بعد ماجرای بلعیدن سکه‌های پول خرد را برای او تعریف کردم. جو هنوز مرا برانداز میکرد. مدتی نسبتا طولانی چیزی نگفت. به نظر می رسید که در فکر است. بالاخره پرسید توی بیمارستان جانوران چه کار داشتی؟ عنکبوت کوچکی را که به آستین تیشرتم چسبیده بود کندم و دور انداختم. بعد گفتم تو باید قول بدهی که حرفی در این مورد به پدرم نزنی. جو خندید. من که پدرت را نمیشناسم. گفتم خب باید قول بده که به هیچ کس نگویی. رفته بودم آنجا یک نفر رو ببینم. یک نفر که بتوانم با او حرف بزنم و درد دل کنم درباره مسائل مختلف. جو به نشانه تایید سرش را چند بار تکان داد. بعد پا به پا شد و بالاخره گفت امیدوارم که سگت حالش جا آمده باشد. من خوشحالم که فهمیدم کجا زندگی میکنی. و بعد به طرف جنگل به راه افتاد و بعد از چند قدم شروع کرد به دویدن. ناگهان به یاد مهمانی الن افتادم.
در اثر حمله جورج و وحشتی که ایجاد کرده بود نتوانسته بودم او را دعوت کنم. به دنبالش دویدم و فریاد زدم: هی جو! او همچنان که میدوید بی اینکه رویش را برگرداند گفت: من عجله دارم. پدر و مادرم دوست ندارن من سر شام دیر برسم. بعدم میبینمت. و میان درختان ناپدید شد. من حتی نتوانسته بودم شماره تلفن او را بگیرم. واقعا که چه دست و پچ و لفتی هستم. در این لحظه صدای له شدن برگ‌های خشک به گوشم رسید. با خود فکر کردم: آه بله، او برگشته. او را به مهمانی دعوت می‌کنم و شماره تلفنش را هم می‌گیرم. میان درختان خیره شدم و منتظر ماندم، ولی جو ظاهر نشد. دقیق‌تر گوش دادم. فقط سکوت بود و بعد صدایی را شنیدم. صدای یک مرد بود. به دنبال صدا پا به میان درختان گذاشتم. چیزی با سر و صدای فراوان روی زمین افتاد و من از ترس نفسم بند آمد. چند قدم جلو رفتم و سپس آن را دیدم. سپر جلوی جیب بود. رنگ‌های سبز و قهوه‌ای، رنگ‌های استتار، رنگ‌هایی که کاملا در میان رنگ‌های جنگل گم می‌شود. فکر کردم حتما جیب ارتشی است. چند قدم دیگر رفتم. حالا تمام اتومبیل را می‌دیدم. اتومبیل ارتشی نبود. وانت جیب بزرگ اتاقداری بود که تریلی را یدک می‌کشید که آن هم با رنگ سبز و قهوه‌ای استتار شده بود. اتومبیل لاستیک‌های بزرگ و سپر سنگینی داشت. در پیچ مسیری که به سمت برکه لوکر می‌رفت پارک کرده بود. تریلی تقریباً به بزرگی یک کامیون اسباب کشی بود. سقف آن تقریباً در میان شاخ و برگ درختان گم شده بود. با احتیاط جلو رفتم. سمت راننده پشت یک درخت قرار داشت و دیده نمیشد. پس نمیتوانستم ببینم کسی در آن هست یا خیر. در همان حال که نزدیکتر میرفتم صدای گرومب بلندی را از درون تله شنیدم. کاملا حیرت زده و از ترس پشتم را به یک درخت چسبانده بودم. گروم. چیزی در تله بود که مرتب خود را به دیوارهای آن میکوبید و یا شاید به آن لگد میزد. پیدا بود که یک حیوان است. با شنیدن ناله‌ای ناشی از درد بیشتر حیرت کردم. گروم. جانور دوباره با پا به دیوارها کوبید و دوباره ناله دیگری سر داد. همچنان که ایستاده بودم به تله خیره شده بودم. به صدای جانوری که دست و پا می‌زد گوش می‌دادم. این اتومبیل وسط جنگل چه می‌کند و چرا جانوری در آن ناله می‌کند؟ فصل 11. تله‌ای را دور زدم و به پشتش رفتم و دو مرد را دیدم. هر دو نفر لباس سرهمه جین آبی و پیراهن‌های کار آبی کمرنگ پوشیده بودند. روی یک سنگ بزرگ نشسته و دو ساندویچ بزرگ را گاز می‌زدند و با هم صحبت می‌کردند. یکی با کف دست خرمگس بزرگی را که روی کف سرش نشسته بود کشت. سرش را از ته تراشیده بود. دیگری خیلی چاق بود و یک کلاه بسبال آبی را روی موهای بلند آشفته و مسی رنگش کشیده بود. خواستم به طرف آنها بروم. میخواستم بپرسم در عقب کامیون چه دارند، ولی هنوز یک قدم بیشتر بر نداشته بودم که تفنگ‌هایشان را دیدم که پشت سرشان به یک درخت تکیه داده بودند. عقب کشیدم. موجی از سرما ستون فقراتم را لرزاند. الان که فصل شکار نیست، پس چرا آنها تفنگ داشتند؟ گروم. موجود داخل کامیون لگد محکمی به دیواره آن زد. با خود فکر کردم که اوضاع چندان خوشایند نیست. پشت یک تنه قطور درخت پنهان شدم تا مرا نبینند. سراپا گوش شده بودم تا بشنوم چه میگویند. مرد کله تاس گفت: من که نمیفهمم چرا ما باید این جانور رو بگیریم. آخر برای چی؟ همراهش جواب داد: من هم همینطور. شاید رئیس میخواد باغ وحش درست کند. نفس را در سینه حبس کردم و دقیق‌تر گوش دادم. مرد چاق گفت: غذا تو بخور. باید این جانور را قبل از اینکه با لگد تله را سوراخ کند از اینجا ببریم. همراهش در موافقت با او گفت: آره، اگه کسی ما را ببیند بد می شود و برایش توضیح داد. مرد چاق با خنده گفت: هی، تو توی لباس خاکستری زندان خیلی خوش تیپ می شوی. زندان؟ پس آنها به کاری غیرقانونی مشغول هستند. آن دو مرد از جا بلند شدند. در دل گفتم: خدا کند در تله‌ای را باز کنند. خواهش میکنم در آن را باز کنید تا من بتوانم ببینم داخل آن چیست.
سرم را کمی از پشت درخت بیرون آوردم تا بهتر ببینم. اما آنها در تلین را باز نکردند. تفنگ‌هایشان را برداشتند و روی صندلی جیب انداختند و سوار شدند و به راه افتادند. صبر کردم تا دور شوند. سپس به طرف خانه به راه افتادم. تمام آن چیزهایی که در این چند روز گذشته در جنگل دیده بودم در ذهنم رژه می‌رفتند. پرنده‌ها، خفاش‌ها، انگشت زشت و تهوآور، نورهایی که در هوا شناور بودند و حالا این 2 نفر مرد مسلح. آن نورها حتما باید